در کنار مردان ایرانی زنان این سرزمین هم به انقلاب 57 پیوستن. خیلی جالبه زمانی که نگاه میکنین شما انقلاب 57 و زنهای این سرزمین با مشتای گره کرده در کنار مردهای این سرزمین انقلاب 57 رو داشتن شکل میدادن. زنهای این سرزمین میدونستن دوران قاجار به چه افتضاحی بوده، میدونستن که مادرانشون چه سختی کشیده بودن در دوران قاجار و در ابتدای دوران رضا شاه پهلوی. اما به نظرم تنها دلیلی که باعث شد زنهای این سرزمین به جای اینکه مردهاشون رو نگه دارن به مردها پیوستن در انقلاب 57، اونم یک بخشی از ضمیر ناخودآگاه و ذهن پردازشگر زنان این سرزمین بود. تنها جایی بود که زنان این سرزمین بر این باور بودن که دارن در کنار مردها نقشی رو در جامعه ایفا میکنن، در صورتی که نمیدونستن که با مشتای گره کرده خودشونو دارن به 100 سال قبل پرتاب میکنن. انقلاب 57 زمانی که تموم شد تمام زنها رو برگردوندن به دوران قاجار.